هم نکشید یا چی؟ ای باور که من یکم بار دیدم این باقیمون چخیل میوگوش بسیاری بعد خشرو این اولو رو بی این اولیچه رو بی این گلوس رو بی ایدنه که پر نصیب و شما فروشی من کم دیگه ماشین میگیریم انشالله تا ماشین میگیریم من ماشین میگیریم همه کیه وای کیه وای جنبیده است چیزی هست نه بلوی درخت کیه وای آنا وای رفتیم ای کی تو آخه شما خجات نه خواب همه هر سال کو همه باقی ما رو تو دوزی میکرده با خدا کو اکا این همیشان بار یکم های اومدگی ما اکا چی کارش کنیم؟ یک بچه خودیه بگونه بده این میدونی کیه بچه بای مرگان کجاش بریم اکا؟ پیشی آتش میبریم اما بچه بگونه نیست بخو بچه پتونم گوش کن تو یک بچه فرزندی با یک آدمی با آب رو اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی تو ای بله میدونی تو هم خاطری منصفه آتت نکردی آوری همون رو پس کرده پیش بدرو همه شما خطی آتم گم بزنه همه شما دا آتم در کاره تمام سرته نگه سرته بول نگریزی نه اوتا نه اوتا چی میگی؟ یا تو ده گب داشتی هم نیگه دیگه این الهی امین خیریتی سفرت به خطر به همون مراد مقصده که داری و به همون نیت سفر کردی به همون مرادات برسی الله اکبر اسلام بچم سعدی جون هیچ معظم نیست بچه هر کجایی که میرین گاه سراغ کنین بابی جان بابی جان خراب شدی ساعت باری خراب شدی ماله بابی جان خیلی ما برام فوتبال دیر شید ماله ای کی بناله موقع تربیه خدمه سگواری خراب شدی ای دهنت شمال ببریسن بچه خودم تربیه کردگی نویره های خودم تربیه کردگی آخه ای کی بنالون بابی بداری ای با گفتم خوابی خغم ندارم بدارم بیا بچه هم ایجی بیا کار رفتستم بابی گفتم یه دو بگیرم ای خدا بچه هم دائم میتون تو بچه هم تو نویری با خیلی به عقل بیه خیلی با کلانترگی در تو جانم خداوند دائم سفرت بخطر کنم با مراد مقصده نیکت برسی بچه هم یک دم طاقت که همین دودر تو میگم این دودر تو سعدی جونه نه برومد رفت ای همین جو رفت عقلش میگیره آمد دعا گریف رفت دیگه همین قدر بچی به عقل هسته که اگه ما خودم یه آدمی کسلی رنجور و بجای دیل برداری کنم میدونی چی میگه بابی ای روزه که کسل شدی سگواره خراب شدی بابا جان فکر نکنین ولی صحت میشین وقتی که صحت شده خوگواره فربه میشین بیا دوبته بابا جان ما میرم مالش خیال؟ ماله بابا جون ای دهنت شمال ببره پشالوان این چای هم خنک شده یکم چای گرم دم کنه میشه بچه شوکت باید تا نصرانی ناجور ای سرگی بچه یه اونمو دودران تاخی با چوک همسایه رو نه خود ما ای خدا چی؟ گوده کوی به عقلن اوخه ما همه رو نصیحت کردگیم که هر سهره بدون دعای موسفه بگیره نصیحتی تر گرفتی هم بچم هر سهر دعاگیری میایم دیگه این همین سهر سعدی دعاگیری اومده میگو که سعدی جان منظم نیست بجای دیل برداری کنم مرا گفته سای بابی ای روز کسال شدگی سگواره خراوی نه خود بگر که سگواره خراوی شدی اینه میخیلی گفت بجای دیل برداری ایگه پبی گوده که به عقله
اون اکاش شردیل او چی میگه بو ولی گفتم که ویم داگیری در آمد گفتم که بچه مزم نیست رو داده رو درمده میگه ساک برای خراب شدی میدونی شردیل چی میگه؟ چی میگه بابی جون پروان نکو حالی صحت کشیدی گشته خوب واره فربه میشی خوب بوره فرمه بشه گفت طرف مصطفی طرف بابا انا که باید با دانشجو بخریبی یا که باید دیپلم میگیره معلوماتی اولی میگیره بخریبی این گفشون بی پروانه که بابی جان این ویا دزیق نشم به سعوده ای ویا را کدام گوه تربیه کده گیه ها؟